سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم حال شما پرفکت، خوب و عالی باشه. بچه‌ها اومدیم با خوراکی‌های ترش، اما به جز اینا یه مهمون ویژه داریم. اینم از شما مامانم اومد. سلام، اومدیم که با هم بترشیم. خب بچه ها، اول کار لایک رو بزن، سابسکرایب کن، زنگوله رو هم بذار روی آل. بعد تو کامنت اگه میخواستید ویدیوهای بیشتر بذاریم تو کامنت هم بگید. خب کدوم بخوریم؟ خب اول از این شروع کنیم. از این شروع کنیم. خیلی قیافش ترشه. بازش کنیم ببینیم چی جوریه. بچه ها فکر کنم چند تا تم داشته باشه. اونجوری که من خوندم چند تا تم داشته باشه. اوه هیولا چند تا؟ خب کدومش؟ اینو بکنیم. زرد دوتایمون یه رنگ؟ آره یا. نمیتونم. اوه خوبه. یک دو سه. اوه اوه خیلی ترشه. واقعا ترشه. ترش و تلخ با هم. اشکم داره در میاد. بچه ها ولی شیرین داره میشم. آره آره شیرین شد. نه به خاطر اینکه قندمون نیفته. اولش ترشه ولی برای شیرین میشم. واقعا خیلی ترش بود. خیلی ترشه. اگه میخواید خیلی چیز ترش تست کنید حتما اینو بهتون میگم امتحان کنید. زردش خیلی ترش بود. آبی یه دونه داره. این یعنی خیلی ترشه. دیگه اینو نمیدونم. یعنی خیلی ترشه. خب تو امتحان کن، من نه نمیدونم. نه رازبری نوشته رازبری. یه دونم از این صورتی ها داره. این زرده لیمو بوده. اوه تلخ بوده. یه دونه از این صورتی ها داره. فقط یه دونه گذاشتم. فکر کنم این دوتا خیلی هیولا. نه این نخورم برادر. خیلی خب. ترش بود. اینو بذاریم کنار. خیلی ترش بود. زیادم داره توش. خیلیه. میگم چقدر اصلا تکونی میخوره پس نمیدونم. عجیبه. خب بعدی شروع کنیم. شروع کن. بچه ها تمام این چیزایی که خریدیم 34 یورو شد. آره فکر کنم 34 یورو شد ولی خب الان نمیدونم یورو چنده که به ایران تبدیل کنیم. چیه؟ او پاستیله. پاستیل ترش. بابا چه من نمیدونم. خب این شکلات ها چیکار کنیم؟ بچه ها من ببخشید خوردم. ببخشید. خب این پاستیل خرسی. ولی ترشه. فکر نکن. هم رنگ خودته. آره. خب 3 2 1. ترش نیست. نه شیرینه. چیزی فکر کنم انداخته
نه شیرین نه. خوشمزه است ولی شیرین. نه ترش نیست اصلا. به نظرم از این نگیر. از این شیرینه. اصلا نگیره شیرینه ولی بخواید بخورید تست کنید اینا خوشمزه است. مثل مهمونی. شیرینه. خوشم نه. اومد ولی ترش نه. ترش نبود. اون شکلات ترش نبود. خب من خیلی اینو دوست دارم. امتحان تا حالا نکردم. چیه؟ این یه دونه از اینا داره. اینم قلمشه. فکر کنم شما تو تیک تاک و اینستاگرام دیدید. تو یوتیوب هم همینطور. حالا بازش کن. نه مثل همینه که نه ها اینجوریه. اینجوریه. حالا مدادش هم باز کن. مدادش چجوری باز میشه؟ بخیر. اوه چه باحاله. انگار عجیبی داره. آره. باحاله. آره باز. خب باید چیکار کنیم؟ اینطوری. چقدر باحاله بچه نگاه کنید. چقدر باحاله. این ترشه یا این ترشه؟ فکر این ترشه. نمیدونم. خیلی باحاله. ترش باش. ترش. خیلی؟ 3 2 1 خودش ترش نیست ولی ژلش نه یه کوچولو نه ترش خوشمزه است ولی ترش نه ولی نه ترش نیستش اصلا. نه یا ما اینا رو خوردیم خیلی ترش بوده اینا به نظرم ترش نمیاد یا نه خیلی خوشمزه بود. خوشمزه پاستیکش خوشمزه ولی این ولی ترش بود یه ذره. نه اونقدری که بخوای آره. ترش باشه نه اصلا. مثل اون زرده نه. نه از اینطور. آدامس شروع کنیم. آدامس ترش. آدامس ترش. این خیلی عجیبه. آدامس ترش و چند تا طعم داره. طعمش چیه؟ طعم یکی ترکیبیه هندونه آره. سیب تمش این هندونه تمش که خالیه این یکم سیبه. این سیبه. آها پس چی شد؟ سیب و تمش هندمون جدا آره. آخریش میکس ترکیبیه فکر کنم یا نه نمیدونم. نه هر کدومش جداه. خب برای چی؟ کنسل. بچه‌ها یه دقیقه اینجا رو ببینید. اینجا رو میبینید؟ ما فکر کردیم روینه. 2 تا سیب داره یه دونه از اینا. یعنی یه دونه از این داره با این. چه بو خوبی میده. 2 تا. این این چه بوش بده. چیه؟ او این باز بو الکل میده. باز کدومش؟ سیبش. سیب همیشه. سیب خیلی. خب بذار یه دونه‌شو باز کنیم. اوه چه باله مثل آدم سموزی میمونه. نشون بده. باحاله. این طعماش هم حالا تست بکنیم و این چه طعمیه. خب بریم بشکن. 1 2 3 چقدر برمزه. طعم الکل. خیلی برمزه. طعم الکل میده. خیلی برمزه. مزه الکل میده. آیا میشستم خورد داره میشه تو دهنم. نمیدونم. حس میکنم این اصلا چیز نکنم خیلی گوش بده. اینو فکر کنم خوبه. از شکلش خوشمزه است. دیگه از ما ببخشید. دیگه خیلی
بد بود. بدمزه بود و طعم الکل میداد. نه خب خوشمزه. یه دفعه همه ترک شده. یه کوچولو. نه هم اولیش داد رفت. نه ترش نیست. ولی خوشمزه است. این خوشمزه. بوش هم بهتر. اینو خودت تست میکنی. بچه ما اینو تست کنیم یا نه؟ تست کنیم. این آدامسه معلومه خوشمزه است. آره اون اصلا چیزم. نه اون اصلا دوست داشتم سیبو. سیبش خوشمزه نبود ولی توت فرنگیش عالی. اوف ها؟ اوف نعناییه. نه نیست. نه بون یه جون نعنایی. رنگش رو نگاه کنه بچه ها قشنگ شبیه نعناه ولی هیچ وقت نعناه خوش نمیاد. خب مزه پلاستیک میده. نه هیچ مزه پلاستیک رو از کجا آوردی؟ نه یه کوچولو میده. اصلا ترش که نیست. نه خوشمزه است ولی بوش خیلی بد بود. نه من دوستش ندارم. ولی من بیشتر اینو دوست داشتم. من دوستش نداشتم. این خیلی خوشمزه. نه با آدامسش زیاد خوشم نه آدامسش. اینو جمع کنیم. خب به نام خدا است. خب الان این هم خود نوشیدنی بخوره. آه خب چه نوشیدنی بخوریم؟ اینو بخوریم خیلی شکلش عجیبه. خوشگله. باله. همش بزنی؟ نه فکرم گاز داره. گاز داره؟ وای همه زدم. گاز داره. خب بچه هایی دیدیم باز خوبه همون من. نه خب بازش نکردم. من میگه پشش آب شد. خب گازش نه بیا چی کار میکنه؟ خب بخوریم. ماله چی میده؟ ترش که نیست. مزه آب میده. نه یه طعم دیگه. یه آب یه ذره انگار یه چیزی ریختن توش. نه ترش نیست. بلوبریه ولی نه ترش هم نیست. خود مرده بهمون گفت ترشه ولی ترش چه نیست. بیمزه. نه خوشم نیومد اصلا اینو. خوشمزه نه آب بود، گاز بود، گازش یه ذره اسانس بود. نه اینم جالب نبود. نه این طعمشو تست کنیم. طعمش تست کنیم. چون خوشمزه است. تکونش ندید. نه نه بذار گوش کنم. بوش شیرینه. نه بوش خیلی آشناه. تو بخور. نمیدونم. اوه چقدر گاز داره. ترش نیست. یه کوچولو طعم ترشو میده. اونقدر ترش نیست. نه و خیلی گاز داره. فقط گازه. نه آب گاز داره ولی یه کوچولو ترش داد.
من حس نه. کردم همه شاید حالا ولی من نه چیز ولی خوشمزه است باز ولی ترش نبود. ترش که نه اصلا نخرید یعنی نخرید نه بریم به چیز دیگه بخور. خب نوشیدنی و اونو میذاریم. این چیه؟ نه پاستیله آره آره دیگه پاستیله مثل اون تو شیرین بود حالا ببینیم این چی این قیافش ترش میدن. هندوونه است 2 مدله باحاله. تو شب یلدا attention بچه همون شب یلدا بخواه بسید جلو مهمون میگه ترشه ببین ترشه فکر نکنم نه خب بیا اول از این رنگش رو خوریم هندوونه خوریم 3 2 1 شیرین مگه هندوونه هم نمیده ولی خوشمزه بود. خوشمزه بود ولی ترش نبود. اصلا ترش نه فقط تا اینجا اون شکلاتا ترش بوده خیلی. آره آها با اینکه خودکار داشت خودکار ترش بود نه دیگه ترش نبود ولی خوشمزه بود. خب نسبت به اون یکی ها آره. باز اول اون شکلاته بعد این مدالیا من با اون شکلات 10 میدم. خیلی. اون شیرین نیست این چیز ترش نیست این چی؟ نه شیرین نیست انقدر که شیرینه خب اینم پس چی؟ اینو بخوریم. خیلی عجیبه. این چیه؟ کم اسلایم زده بچه. اسلایم اسلایم لاکر؟ نمیدونم. اسلایم به دهنت داره. ژل نوشته دیگه اینا کندید آره. ژل خب چه طعم این بخوریم این فرق این توت فرنگیه این بلو رازبری آره فکر بذار چه جوریه؟ چیه؟ اوه بچه ها میبینید؟ چی باله؟ بیا ترشه؟ یه کوچولو یه جوریه انگار اسلایم آب شده است. بین ترش و شیرینه آره نمیشه بگی شیرین نه نمیشه بگی ترش اصلا هیچ کدوم. حالا این یکی ببینش اینها خودش زده آمدش این بکام ترشیش. زده دیگه همون زده یکم شیرین یکم ترش بخوری بکام آبی شدی اه. زبونه رو آبی شده این ترشیش بکام زیاد بود. یکم ترشیش زیاد بود آره ولی میاد تو دهن یه جوریه. جوریه خب خیلی برای اینا دیگه زده 50-50 50 انتخاب دلم قش رفت دیگه اینم پاستیله که اینم پاستیله این چیه؟ این اوه این این اصل کاریه. این خیلی باسم سوال. این مثل چیز میمونه این اسمارتیس. آره مثل اسمارتیسه اینها اینا اینجوریه اینجوری باد کرده توش. فکر نه انباکسینگ باز کنشان ما مشکل دارم
همین بسته بند بیا چرا؟ هیچی بیا آخه جا گذاشتم مثلا اینجوری باید باز بشه. تو چسبیده به هم رطوبت گیرم گذاشتم رطوبت گیر بخوری خب به هم. یوتیوب باید کجا بخورده بیا نگاه کن معلومه یه برداره میتونی تازه رطوبت گیر داره اینجوری شده قیافش خوری؟ چی نه، به نخوری. چی هستم او چه صرفه همین هستم آی بک قیف سوسه یا توش نبود نه الان مزه چی میدن؟ نمیدونم تو سوالم ما اینم عکس دهنه دیگه ترش شده ولی نه به نظرم لواشکای خودمون ترشا اونه یه چیز دیگه است اینا همه چرت و پرته اون لواشکا لواشک میگرفتیم این آبش هم میریخت اصلا برو بنار رب انار قرقروت هم بزنی توش نمک هم بزنی بخور برو بهشت عالی بود دیگه خب میشه تو این چیز میگم تو تیک تاک دیدم چیه این؟ بکنم که شما دیده باشید ژاپنی ها میخورن اینا با دهنشون میترکونن میزنن ویش ویش ویچ با دهنشون میترکونن اینجوری میترکونن ولی این خودش گفته اینجوری نمیتونم من نمیتونم فرنگی چه قشنگ این چیه سیبه آناناس اوه انگورشو اینجوری چه باله اینجوری میگرفتم آها اونجوری آره ولی خودش گفته اینجا آره گفته بپیچونی دیگه آره گفته بپیچونی حالا من میپیچونیمش چی برداشتی؟ بس این یه دونه است نامردی این دوتا اینا دوتا این هم دوتا فقط یه دونه است کدومو برداریم؟ آناناس برداریم شماره 3 شماره 3 این 6 باز میشه بازش کردم به سختی خب بیا با این شیرینه ترش نیست جای خوشمزه است خوشمزه است آبکی هم نیست نه ژله داره آره ژله ژله داره خب بدم خوشمزه است ترش نیست اگه میخواستی اینا بگیم اینا خوشمزه است ترش نیست خوشم اومد ترش نبود ما مثلا خواستیم به ترش میگیم خب بریم سراغ این ببینیم این چیه پاستیل ولی زده ترش پاستیل ترش من ندیدم خب مربع خوریم مربع چیز یخه مثلا سرک یخه چون یخه خب چیز آبیش نکرده مربع بخور بیا مربع چرا هر مدل داره رنگش فرق رنگش فرق زرشکی خب همین یک دو سه
نه انگار ترش. نه نه شیرین. خوشمزه است. این به هر ترش باشه دیگه مارکاش. اینجوری که خودی زده ترش. اصلا ترش نیست. نه نه به نظرم چرت و پرت. چرت و پرت. نه ترش نیستن، یعنی به عنوان ترش نه. حالا حالا ترش همینجوری مثل بگی پاستیل یا مثلا بگی مثل اون لوشمک خیلی مثلا. ترشه نبود. نه یه چیز دیگه. نه اون آب میوه اون که آب و گاز بود فقط. اینم که حالا اون خب خب دیگه خب دیگه یهاش نه اوکیه. بابا بفهمم. ترش گاز با هم ترش ترش ولی زیاد توی ترش نه. ایران آب زرشکه خیلی ترشه. آب زرشک نخوردم. نخوردی؟ آب زرشک خیلی لواشک ترشه. فقط لواشک فقط چی شد؟ نه اصلا بدم اومد. این چی بود؟ ترش داشت دیگه یه ذره. خوشمزه نه، نه مثل ترشه. شربت سرما بچه بودیم به زوری میزدم سرماخوردگی. نه این چقدر بد بود. نه خیلی بد. چرت و پرت. من که دوستش چرت و ندارم. پرت. مزه چی داره؟ گیلاسه ولی من که خوشم تو خوشت اومد. خیلی گاز داره. اصلا خوشم نمیاد. خیلی چرت و پرت. چرت و پرت. تو همه اینا فقط این واقعا ترش بود با اینکه آخر شیرین بود، ولی یه چیز دیگه بود. میخوایم ترشش کنیم. فکر کنم این خیلی آره. اوکی تر باشه. اینم خوب بود. نه اینم این مایش ترش ترش ولی بود. پاستیلش نه. ولی پاستیلش پاستیله دیگه. روشم شکر داره. اوکی نبود. خب بیا یکی اینا. اون سری چی جرأت خوردیم؟ ندارم. چی خوردیم؟ زرد خوردیم. جرأت ندارم اصلا. سبز. آره سبز ترشه. شکل قرمز. سبز بلک چری. ها؟ سیب. به فارسی میشه سیب. آره اپل. خب این میخوریم. اینو خیلی خوشم آمد. واقعا ترش. اپل واقعا ترش بود. خیلی تو نه فکر کردم همه زهرمون چیزه. بخوریم. یک دو سه. خیلی اوه ترشه. ترشه میزنم به اوه 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 خیلی ترشه. به من زفت کردم. اوه آره گرمی ولی این خیلی بد بود. تلخ و ترش با هم. لیمو بود. لیمو بود. ولی خوبیش اینه که وسط شیرین. وگرنه فشار آدم می‌برد. تمام. بچه ها لایک رو بکن، سابسکرایب کن. اون چیزی که مهمترم زنگوله رو بذار روی آل. و اگه میخوای ویدیوهای بیشتر بذارم تو کامنت ها بگید. فعلا خداحافظ.